اخبار سیزن 10 منتشر شد. آقا خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم ما هم دیگه اخبار سیزن 10 رو ببینیم که تو صفحه داریم میبینیم خیلی چیز خفنی هستش. تو این سیزن 10 ما قراره خیلی چیزای رایگان خفنی داشته باشیم. پس بزن بریم برای ویدیو. لایک و ساب یادتون نره و بریم برای توضیح. آقا داستان چیه؟ اصلا سیزن 10 این همه ازش اخبار اومده تو اینستا توییتر. داستان چی هست؟ چه خبره؟ چه چیز رایگانی قراره بهمون؟ یک انفور رایگان، انفور متیک رایگان قراره بهمون بدن. واقعا اخبار خیلی عجیبیه. احتمالاً از دوباره من میگم شاید لجند باشه، ولی خب طبق چیزی که به دست من رسیده متیک هستش، چیز خاصی نیست. خب دومین چیزی که به مپ قراره اضافه شه مپ خیلی خفن و جدیدی هستش که با هم دیگه قراره بعداً ببینیمش. اول ویدیو هم گفتم بهتون. خب آقا بعدی چیه؟ خیلی شاید براتون خفن باشه یا بد بشه. قراره گان خیلی خفن و جدیدی به بازی اضافه شه به نام یوزی که از دسته SMG هست و هر پلیر گیمری میدونه اون چیه. تا حالا اگه هر بازی که کرده باشید حتما اونو توش داره. آقا داستان چی هست اصلا؟ یک قراره یوزی اضافه شه و یک این سفر رو که داری میبینید یک گانخ بسیار خفن و جالبیه که تو وارزون 2019 بود و احتمالاً هم قراره بیاد. طبق چیزی که لیک شده و فهمیدن قراره اسکین متیک خفن هم برای یوزیش داشته باشیم که تو صفحه داری میبینین چجوری یوزیش کار میکنه و چیز خیلی خفن فوق‌العاده‌ایه. خیلی باش میشه خفن پلی داد و دیگه شاتگان پلیر رو نمیتونن جلوتون مقاومت کنن هر چقدر هم که باشه. توی کره‌ای، توی کال آف دیوتی کره اینجا میبینیم با هم دیگه همچین یوزی هستش و توی وارزون همچین چیزی اومده که احتمالاً توی کال آف هم بیاد و هنوز یه چیز کاملا ثبت شده ای نیستش که بگیم آقا واقعا همچین اسکینی قراره مثلا بیاد توی کال آف و همچین گانی قراره بیاد و همچین چیزی، ولی به احتمال 90% همچین چیزی قراره بیاد. کیل افکتش خیلی جالبه، افکتای خیلی جالبی داره و احتمالاً به صورت آپگریدی هستش و چیزی در موردش منتشر هنوز نشده. و خوششانسن کسایی که هر سیزن بتل پس میگیرن، چون قراره اسکین خفن لژندری به بتل پس سیزن بعد یعنی سیزن 10 کال آف اضافه شه. طبق چیزایی که اومده واقعا چیز خیلی خفنیه و سطح پلیتون رو حتما افزایش میده که توی گردونه هستش و میتونید با زدن گردونه و ریوارداش دریافت کنید. این گان هم که اینجا میبینید احتمالا تو همون گردونه هستش و این دوتا اسکین ها توی بتل پس هستن. اسکین خیلی جالبی هم، خیلی خوبی هم، برای موومنت و چیز خیلی عالی هم و میتونید باهاشون به نظر من سطح پلی خیلی بهتری داشته باشید و یه اسکین رایگان داشته باشید که خیلی خفنه تو بتل پس احتمالا میتونید بگیریدش. و اخبار جدید انفور جدید احتمالا تو قسمت میشن همون چیزی که بود قراره بهمون داده بشه و AK 117 متیک قراره به بازی بیاد که همچین چیزی تو کال آف دیوتی دیگه منتشر شده بود و چیز خیلی جالبی، ولی امیدوارم که M4 باشه چون اسکین M4 خفن امیدوارم زیاد داشته باشیم و خیلی به سطح بازی که مثلا کسایی که با M4 بازی میکنن 100% افزایش میده. AK 117 که قراره ببینیم با هم دیگه همچی چیزی هستش که تو کالاف دیگه هستش و میتونیم اون رو احتمالا سیزن بعد دریافت کنیم. تو این تصویر هم داری ببینید که تیر زدنش چجوریه و هیپ فایرش امیدوارم چیز خوبی داشته باشه. تو این صفحه هم دارید لول مکس از این AK 117 رو میبینید که چیز خیلی جالبیه. امیدوارم که توی سیزن بعد واقعا بیادش و بتونیم از گردونا بگیریمش. و اخبار جدید این سیزن چیزی نیست جز مپ. قراره مپ خیلی جالبی بازی اضافه شه که بهتون نشون دادم، امیدوارم دیده باشید. این داستان چی هست و قراره کی بیاد اونش هنوز به دستمون نرسیده و میرسیم به داستان فینیشرها. قراره فینیشرهای رایگان و خفنی اومد باشن تو سیزن 10 و نکته خیلی جالبش اینه که قراره توی بتل پس باشه و میتونیم رایگان اونو دریافت کنیم. این فینیشر رو خودم خیلی دوست دارمش که خیلی جالبه. اگه تونسته باشید و دونسته باشید میتونید همچین چیزی رو دریافت کنید و از بتل پس بگیرید. داستان خیلی جالب دیگه ای که هستش این نوع فینیشرها فقط فینیشرهایی که عجیب بودن فقط برای اسکینای متیک بودن، یعنی مثلا تمپلار متیک یا هر چیز دیگه ای. جز اون مثلا فینیشر دیگه ما نداشتیم
ولی تو سیزن 10 قرار فینیشرهای جدیدی رو ببینیم و این یکی واقعا خیلی خفنه. ناکن چجوری ورش میداره و به پاش میکوبه و میمیره. خیلی جالبه و احتمالا ما میتونیم کنترل کنیم که مثلا اسکین متیک داریم، میخوایم کنترل کنیم که کدوم فینیشر رو بزنه. مثلا فینیشر اسکین متیک تمپلار یا چیز دیگه. تو این صفحه هم داریم کلاس جدید رو میبینیم که خیلی خفنه و عجیبه. شما اینو یه جایی میذارید، مثلا میذارید تو فارم و هر جایی که دلتون بخواد میری بلک مارکت 3 نفر رو میزنی، مثلا یکی میمونه. چیکار میکنی؟ از این کلاس خفن استفاده میکنی و برمیگردی به همون جایی که اون رو گذاشته بودی. چیز خیلی خفنی و امیدوارم که اخبارش قطعی شه و به بازی خفن و سیزن 10 خفنمون یعنی کالاف اضافه شه و بتونیم ازش بهره‌مند شیم. این داستان چیه آقا؟ داستان جدیدی که ما داریم برای مپه که صفحه‌شو داریم میبینین و همچین عکسی ازش منتشر شده. چیز خیلی جالبیه و طبق چیزی که من دارم تو این عکس میبینم احساس می‌کنم این خورده به کیفیتش اضافه شده و این عکس مپ هستش که میتونید ببینید. مپ چندان زیاد بزرگ نیستش و چیز خیلی جالبیه. اینجا هم میخوره گیم پلی راه رفتنش و چیزاشون رو میتونید ببینید و یه چیز خیلی خفن دیگه که اضافه شده افکت خورشید یه خورده بیشتر شده. یعنی شما به صورت خیلی زیادی میتونید افکت خورشید رو بگیرید و اون نور خیلی زیادش و چیزی مثل کلیسا مانند این بالا اضافه شده که چیز خیلی عجیب و باحالیه. میتونید واردش بشید و لوت کنید توش. احتمالاً از فردا همه تو اینجا لند میکنن و یه جورایی مثل بلک مارکت خودمون میشه. چیز خیلی جالبیه. احتمالاً مثل آلکاتراس و بلک مارکت باشه که انمیای خیلی زیادی رو تو خودش داره و احتمالاً چند وقت بعد انتشار سیزن 10 قراره این مپ بسیار خفن رو داشته باشیم که چیز خیلی جالبیه و امیدوارم که ازش بتونیم لذت کافی رو ببریم. آقا کم کم داریم میرسیم به چی؟ به امفور رایگان متیک این سیزن. داستان حالا چی هستش؟ شما برای اینکه این امفور متیک رایگان تو این سیزن رو به دست بیارید کافیه که آقا ویدیو رو لایک کنید و برای چند نفر بفرستید. داستان چیه؟ من برای شما تو هر جایی تو کپشن یا هر جایی براتون کدش رو میذارم. شما تو همین سیزن، من خودم دریافت کردم، خیلی ساده است. شما تو همین سیزن میتونید ازش بهره‌مند شوید و بتونید انفور متیک رایگان رو بگیرید. خیلی چیز خفنی و واقعا ازش لذت بردم من. چیز جالبیه، دست هر کسی هم فعلا نیست و برای دریافتش فقط کافیه لایک کنید و برای چند نفر بفرستید.